واسهتون مرسدس بنز C300 آوردم، ولی خب هر C300 نیست، C300 کابریولت. بریم با این ویدیو رو ببینیم آتشن. بریم اول از بخش ظاهر ماشین شروع کنیم. به 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 C300 کابریولت مدل 2019. تو کامنت ها بچه به من بگین که فرق کانورتیبل و کابریولت چیه، ببینم چند نفرتون بلدین. و از ظاهرش بخوام واسهتون توضیح بدم، از چراغاش اول شروع میکنم. چراغای خیلی خفن که سفارش آمریکاست این ماشین. این LED هدلایت های لیزری تو رو که مشاهده میکنید، بالاش هم یه دیلایت داره، خیلی زیباست واقعا. جلو پنجره همون گریل تقریبا دایمنتور که میتونید مشاهده کنید. این لوگوی مرسدس بنز هم که پره نشون دهنده این راداراشه. زیر ماشین هم یه لیپ سپر کروم خیلی زیبا داره که واقعا جالبه. کلا یه چهره خیلی خوبی داره، خیلی خوشگله، واقعا زیباست. ولی خب واسه شمال به درد نمیخوره واقعا. رینگ های ماشین رو بخوام واسه تون توضیح بدم، رینگ های 19 اینچیه با لاستیک 225 با فاق 40 که رینگ های مشکی هستش، AMGه. بریم از اون ور بغلش رو بهتون نشون بدم بچه ها. اینجا این خروجی های هوایی هستش که فیکه، یعنی هیچ خروجی توش نیست، بسته است. از اینجا بچه بغل ببینید، سقفش هم باز کردیم الان. این کاور مات خیلی خفن واقعا به مرسدس بنز میاد، چون خیلی از ماشیناشو مات فکتوری میزنه، خیلی جالبه. از این بغل بهتون نشون بدم. دوربینه یکم سخت فوکوس کردش. چراغ عقب که به این شکل هستش، میتونید مشاهده کنید و نوشته C300. یه میشه گفت که یه باله خیلی زیبا و کوچیک اینجا به رنگ مشکی پیانویی هستش. خروجی اگزوز، دوتا خروجی اگزوز داره که هر دوتاش هم واقعیه، خبری از خروجی اگزوز فیک و اینا نیست. آقا من صندوقشو باز کردم، فضای صندوق رو بهتون نشون بدم. ببینید فضای صندوق خیلی کوچیکی که، ولی خب این قشنگ وسیلاتون رو خیلی راحت میتونید جا بدین. بیشتر واسه آخر هفته است این ماشین. یعنی ماشین نیست که هر روز بخواید ازش استفاده کنید. اینم از این. ببینید برقی نیست، با دست با ببندید خیلی راحت. بریم سراغ موتور. خب آقا رسیدیم به بخش موتور ماشین. از موتور ماشین بخوام واسهتون توضیح بدم. یه موتور 4 سیلندر توربو شارژ 2 لیتری داره، میتونه بهتون 255 اسب بخوره و 273 نیوتن متر گشت‌آور رو بده. این قدرت رو از نیروی عقب، یعنی همون چرخ عقب منتقل میکنه و گیربکس اتوماتیک هم داره. من مشخصات رو دیده بودم، ننوشته بود تو اون سایته که چند ثانیه 0 تا 100 میره و گیربکس چند دنده و ایناست. خب بریم تست هم میکنیم دیگه. این از مشخصات موتور. بریم سراغ بخش داخل ماشین. درشو باز کنم. رودریا، اول از رودریا بخوام واسهتون توضیح بدم. کیا جان درو باز کن. سیستم صوتی برمستر یکی از خفن ترین سیستم صوتی هایی که مرسدس بنز میزنه. گرم کن صندلی هم واسه صندلی سمت شاگرده. اینجوری میتونید صندلی ها رو خودتون تنظیم کنید. حتی اینم میشون تنظیم داد. ببینید خیلی باحال. این کروم کاریایی که حالا یکم کروم مات و اینا توش هست خیلی جالبه. کیا نیست اینا، ببینید خیلی خفنه. متریال واقعا فوق العاده. یه چرم خیلی خفن با دوختای واقعا فوق العاده و خوب. اینجا هم یه روکش چرمی روی این پلاستیک زدن که حس بدی نگیرید. شما نوشته مرسدس بنز. این داخل بردارم و شهروندی من معذرت میخوام، فداتون بشم عزیز. اینجور چیزا هم تو فیلم
قابل نداره 7 تومن مشتری اومد آقا. مشتری مدل 2000 پلیس ما رو گرفت. خب آقا ماشین همینجا داشت فروش میرفت. از فرمون ماشین که من بذار سوار ماشین شم. خب از فرمون بخوام واسه توضیح بدم، فرمون دیکات فوق العاده که حالا نسل جدید مرسدس بنز به این صورت، ببین چه جالبه، باحاله، خیلی خوبه، تاچه. و اینجا هم خب تنظیمات چراغای ماشین هم میتونید تو اتو بذارید، چراغ پارک بزنید. اینم که ترمز دستی ماشینه و جنس اینجا کلیدا فوق العاده برفاکنا. اینجا هم که دست دنده ماشینه، پشت فرمونه، پدل شیفترها رو اینجا مشاهده میکنید و روشن بکنم ماشین رو روشن کنیم بچه‌ها. البته این فکر کنم با مانیتور باشه. خب فکر کنم داره کانکت میشه. خب از متریال این وسط بخوام واسهتون توضیح بدم که فوق العاده است. یعنی جنس چوبی که واقعا خفنه. جنس کلیدا خب کروم مات ساعت معروف مرسدس بنز اینجا هست که میتونید لذت ببرید، واقعا زیباست، خیلی خفنه. و جنس اینا حتی ببینید اصلا یه بوی خاصی میده این ماشین. و اینجا هم که کلیدای سقف ماشینه میتونید مشاهده کنید، هم که اینجا باز میشه در این صورت، چرم فوق العاده، جنس صندلی عالی. اینجا هم هیتر داره که میتونید حالا سقف باز کنید اینجا بزنید گرما بیاد، واقعا فوق العاده است. صدای ماشین هم زیاد به این صورته، خیلی. حالا من بذارم رو مود اسپورت گذاشتم. من میذارم رو اسپورت، حالا میخوام رانندگی هم بکنیم، عرق داره سرکله منو میراجی. قیافه من مشخصه. آره خلاصه که اینطور. اینم تنظیمات حالا چراغ‌ها سقف و ایناست. جای عینکی هم میگه فوق العاده آروم باز میشه. مشاهده میکنید داشبورد ماشین به این صورته، به این صورت واقعا زیباست، یه حس فوق العاده‌ای داره. بریم سراغ تست درایوش. امروز با آقا کسرای گل اومدیم بیرون یه چرخی توی شهر بزنیم. آقا کسرا یکی از خفنای یوتیوب و تولید محتوا توی رامسر هستن. ما هم که جدیدن شعبه جدیدمون رو توی رامسر باز کردیم، می‌خواستیم که با ایشون یه دوری تو شهر بزنیم، یه ذره با هم دیگه صحبت کنیم. آقا کسرا اگه سوالی چیزی هست من در خدمت هستم. آقا کلاً راجع به واردات ماشینی که حالا توی منطقه آزاد اومده، مازندران و گیلان و حالا جای دیگه که هست، شما که تو کیش قبلا بودین ها، خیلی کارا زیاد. ما شعبه مرکزیمون ما دفتر اصلیمون دبیه. یه شعبه توی کیش داریم، یه شعبه هم که توی رامسر جدیدن افتتاح کردیم. بخوام یه توضیح کلی راجع به ماشینای پلاک منطقه بهتون بدم، اینه که دو دسته پلاک داریم ما. پلاک موقت داریم و پلاک دائم. درست. پلاک‌های موقت از سال 2017 تا سال 2021 شما میتونی ماشینای موقت وارد کنی که اگه دقت کرده باشی پایین پلاکش خورده موقت. درست. مثل همین ماشین. آره مثل همین ماشین من، چون مدلش 2019. درست. ماشین 2022 به بالا هم شما میتونی پلاک دائم بگیری. حالا یه کوچولو توی قیمت عوارضاش با هم دیگه فرق می‌کنه. یه سری قوانین داره. مثلا ماشین من پلاکش 2 ساله است و 5 تا دوره 2 ساله شما میتونی تمدید کنی که میشه 10 سال. که بهش میگن موقت 10 ساله. حالا بعد 10 سال هم یه تعیین تکلیفی باید بری انجام بدی. حالا یه ماشین پلاک دائم میشه اون موقع یا نه، میگن بعد برگردونی به اون کشور مبدأش. ولی خب پلاک دائم دیگه پلاک دائمه دیگه، همیشه تو اون منطقه میمونه. عوارضش گرونتره ولی یک بار شما پرداخت می‌کنی، عوارض تمام میشه و میره. درست. حالا سوال دیگه راجع خیلی از چیزایی که حالا شایعاتی که توی حالا فضای مجازی میشه، میگن که آقا مثلا این ماشین توی این استان ممنوع شد، این ماشین توی اون استان ممنوع شد. راجع به این یه توضیح بده که چجوری داستان. یه چند وقتی بود کشمکش بود بین استاندار و حالا دفتر ریاست جمهوری میگفتن و قضیه‌های اینجوری. راهور اومد، رئیس راهور استان اومد زحمت کشید شفاف سازی کرد، ولی در آخر به این نتیجه رسیدن که استان گلستان و مازندران و گیلان ترددش آزاده. حالا بحث الان بین چی بهش میگن، بین قزوین
و اردبیل هم هستش که حالا اونو من الان اطلاعاتی ندارم دقیق بخوام در اختیارت بذارم، ولی چیزی که به ما مربوط میشه الان این سه تا استانه که اوکی ترددش آزاده. برای مایی که رامسری مثلا گیلان بهمون نزدیک‌تره راحت تریم که بخوایم گیلان ماشین بیاریم، ولی چون ما جزء استان مازندران میشیم من خودم ماشینامو دارم پلاک مازندران میارم، ولی باز مشکلی از بابت تردد وجود نداره. الان مازندران فقط ماشینا صفر میاد یا نه همیشه کار؟ نه 2022 هم اعلام کردن که از هفته پنجشنبه یا چهارشنبه بود اعلام کردن که 2022 به بالا هم اوکیه، ولی هنوز شیوه نامش نیومده که شیوه نام جزئیات مثلا اون کاره. که ماشین مثلا باید از چه کار کردی به پایین تر باشه، مثلا یه موقع است میگه ماشین 100,000 کیلومتر به بالا نمیذارن زیر 100,000. مثلا همون حجم موتور و اینا بود که میگه آره حجم موتور یا مثلا میزان کار کرد، سفارش کجا باشه، اینا رو باید ببینیم که چجوری. متوجه شدم. پس الان یه سال دیگه 2022 که گفته مازندران میشه آورد اونا دائم میشه؟ 2022 بالا آره پلاک دائم میگیره. آره 2017 تا 2021 هم پلاک موقت میگیره. یه موضوع دیگه هم که بخوام بهتون بگم، ماهایی که شرکت داریم میتونیم واردات برامون آزاده، میتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی شخصی ها مثلا شما ماشین می آوردیم به من سفارش میدادیم، من برات ماشین می آوردم به نام خودت مستقیم میرفتیم کارهای ترخیصش رو انجام میدیم. از یک شهری بر دیگه شخص نمیتونه این کار رو انجام بده، حتما باید ماشین به نام یه شرکت وارد کننده وارد بشه، بعد حالا اون موقع دوباره بتونیم شما از ما بخری، حالا به اون صورت جابجا کنید. یعنی من الان بخوام خودم برم وارد کنم نمیتونم، حتما یه شرکتی باشه. الان نه، از یک شهری، از یک ماه دیگه ما توی سیستم اون این شکلیه که شما هر ماشینی که مد نظرت باشه به من میگی، بودجه مورد نظرت هم به من میگی آقا مثلا من میخوام تا 5 میلیارد خرید کنم. درست. دیگه من خودم بهت ماشینایی که میتونی خرید کنی و بهت آفرشو میدم، میگم آقا مثلا شما میتونی بنز سی بخری یا بنز حالا CLA بخری، هر چی که تو اون عدد بشه خرید کرد. یا اصلا با هم فکر میکنیم میگی شاسی بلند میخوام، یا میگی ماشین کوپه میخوام، هر چی با هم دیگه به این نتیجه میرسیم. دیگه میریم تو پروسه خریدی، قرارداد اولیه داریم با هم دیگه میبندیم که بابتش بیانه پرداخت میشه که ما تیممون رو اونجا آماده میکنیم برای اینکه برن دنبال ماشین بگردن. ماشین که پیدا شد یه قرارداد دوم دوباره می‌نویسیم با هم دیگه که مبلغ کلی ماشین توش ذکر میشه و جزئیات حالا فنی ماشین، رنگدار بودنش، بدون رنگ بودنش و اینا همه ذکر میشه توش و همه چی شسته و رفته. هم توی شعبه کیشمون داریم این کارو میکنیم، هم اینجا و توی تمام مناطق آزاد ما داریم الان ماشین میفرستیم. تبریز داریم میفرستیم، یکی از دوستامون چند وقت پیش از اون ماشین خرید، قزوین زندگی میکنن، رش بلاک کردن دارن قزوین مثلا میرن باهاش میدن. این تردد مشکلی نداره؟ نه فعلا که اوکی، ولی دیگه چند روز پیشم که قطعا گفتن که این سه تا استان هیچ مشکلی وجود نداره. و یه چیزی که حالا واسه من خیلی سواله، واسه خیلی هم شاید این سوال باشه که از چقدر میشه ماشین خرید؟ ببینید ماشین با این وضعیتی که پلاک موقت میشه الان بازه میشه آورد، ماشین میشه از 2 میلیارد به بالا هم خرید. آره. ماشین 2 تومانی هم داریم. این 2 تومن پشت فنس دیگه. پشت فنس دیگه بدون هزینه‌اش. آره. ولی من خودم به شخصه راستش پیشنهاد میکنم. یه موقع از شما میبینی یه ماشینی خوش قیمت اصلا مثل خودمون به اصطلاح خودمون پول لازمه میشه، ولی خیلی کم پیش میاد و اینکه من خودم به شخصه چون خیلی اعتبار مجموعمون و برندمون برام مهمه، سعی میکنم ماشینای بدون دردسر، بدون حالا رنگم اگه داشته باشه، ماشینی که شاسی‌های سالم باشه، فنی سالم باشه. بخوام عامیانه تر صحبت کنم، باید اینجوری که زیر بار مثلا یه همچین مسئولیتی که بخواد ماشین بیاد اینجا مشکل دار باشه نمیرم. با اینکه اگر هم ماشین مشکل داشته باشه ما در کنار مشتری تا پایان کار هستیم. اگر از طرف ما مشکلی وجود داشته باشه حتی از بابت هزینه‌هاش هم ما گردن میگیریم هزینه‌هاشو، ولی آدم نکنه این کارو بهتره دیگه. شما حداقل به نظرم باید بدون پلاکش عرض می‌کنم فقط پشت فنس دیگه به نظرم از 2 خورده 3 تومن به بالا باید در نظر بگیرید. آقا بریم سراغ
راستی بهتون بگم که من دیگه اصلا نیاز به معرفی نیست. مهراد جان و پیجشون این پایین واسهتون بازم میذارم. قربون شما دوست داشتید بعدش هم میتونید خودتون بهشون دایرکت بدین یا شماره تماسشون رو حالا اگه حالا خواستید. بگن از طرف شما آره. که بهتره. آره، از طرف من ما سعی بگید. می‌کنیم یه تخفیفی هم تحقیق ریزشون. خلاصه اینکه اینطوره بچه‌ها. پیجشون این پایین هست. دوست داشتید برید بهشون دایرکت بدین یا اصلا به خود من دایرکت بدین. من باشون هماهنگ میکنم. هر جور که شما دوست داشته باشید دیگه. خلاصه اینکه بریم سراغ تست درایو این ماشین. حتما شما خودت بشین پشت فرمون ببینیم چیکار می‌کنید. خب آقا اومدیم سراغ تست درایو این ماشین. اگه بخوام راجع به حسی که اینجا دارم واسهتون توضیح بدم، این ماشین چون ارتفاعش پایینه واقعا کلا پایین دیگه. آقا از ماشین ایراد الکی نگیر. نه کلا دارم توضیح میدم که ارتفاع این ماشین چون پایینه قشنگ کف آسفالت رو حس می‌کنید. حس اسپورت رو بهتون میده خیلی راحت. و دید فوق العاده ای که تو آینا تو شیشه‌های جلو دارید کامل اوکیه. ولی خب اگه حالا ماشین‌های شاسی بلند و اینا نشسته باشید یکم واسهتون سخته که حالا اول بخواید ماشین بشینید. چاله چوله هم که راحت ارتفاع پایین نشون میده، خیلی راحت مشخصه. الان ما روی مود کامفورتیم. فرمونم نرم‌تره نسبت به مودهای دیگه. فکر کنم خودت اینجوری رانندگی نمی‌کنی با این ماشین. آره خیلی چاله ها رو ببینم. قلبم درد. ببین من 6 سیلندرای تنفس طبیعی رو اکثرا گرفتم. آره با این ماشین. آره من خودم سی زده 14 رو ویدیو گرفتم. من اسمل 350 رو توی اتوبان همت بغلم گاز داد گرفتمش با اختلاف. اولش یه ذره جلو افتاد ولی بعدش گرفتمش. نه چون توربو شارژ داره این ماشین توی یه بازی زمانی خیلی کم. من خب اوکتانم خیلی میریزم تو ماشین. بدون اوکتان اصلا بنزین نمیدم. آره اوکتان چی میریزی؟ اوکتان من 30-16 میریزم توش. اصلا کلا این ماشینا باید اوکتان ریخته شه آلمانیا. هر ماشینی به نظر من ریختش خیلی بهتره. چون بنزینای ایران واقعا میگیره. الان که کولر روشنه بازم من پامو یه بار گذاشتم رو گاز اصلا هیچ تأخیری احساس نمی‌کنید شما. بعضی از ماشینا که کولرشون روشنه آدم میذاره گاز یه ناک خیلی ریز و تأخیر خیلی ریزی میزنه. عادتاً کولر خاموشه اصلا اینجوری نیست. هر چی باشه آلمانیه دیگه بچه‌ها. این ماشین اگه بخوای با یه ماشینی مقایسه کنی چی تو رویش فکر کنم امتری باشه دیگه درسته؟ امتری که نه حالا یه رو نیستم اصلا اسمش میاد یه جوری میشه. ولی ببین مثلا من ماشین آلمانی داشتم میتونیم مثلا با اودی ایتیری مقایسهش کنیم. آره ایتیری هم تقریبا سایزی میشه گفت همین سایزه و موتورش هم اونم 2000 توربوه. دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه الان راستش. ولی من خودم به شخص خیلی اتاق سی رو دوست دارم، هم به خاطر هندلینگش هم به خاطر اندازش. و بعد این ماشین یه دونه 363 میخرم. 363 بازم هم کابریولت نه همون نه فلز 14. آره اون یه چیز دیگه. ماشین بعدی که بخوام بگیرم بعد این یه 363 اصلا 63 یه چیز دیگه است. 43 هم هست. 43 هم داشتم، یه دونه لنگه همین آبی 43 داشتم که الان دست یکی از دوستای خیلی خوبم تو شیراز. AMG بود اونم، کیت اگزوز فابریک و همه چی داشت. دوست ندارم صدای 6 سیلندر رو. آره یه صدای بلا تکلیف داره بین 4 و مثلا 8. آره من CLS 63 هم داشتم ولی بزرگه دوست ندارم. آره شما کلا هندلینگ نداره فکر کنم. هندلینگ داره چرا؟ شنیدم که پولش خیلی در میره. خب بستگی به رانندگی داره دیگه. اون ماشین سر پیچ گازش میده آره در. ولی چون بزرگ بود سایزشو دوست نداشتم. این ماشین تو دستم. ماشین جمع جوره بعد
هر موقع پاتم بزنی رو گاز سریع ارداد اوکی آقا این کارو دارم تو دور دورم کار دارم میداره والا من راستش دور زیاد نمی کنم، بیشتر پارکش میکنیم یه جا میریم کافمون رو میاییم، ولی بچه هایی که رفتن آره بچه هایی که رفتن از این یکم جلوتر بریم بچه اینجا یکم شروع دم زوره جلوتر بریم یه شتابی هم ازش بگیریم چجوریه 0 تا 100 حالا باش زدیم 0 تا 100 ندارم باشم، من تو سایت دیدم از نمیشم من شاید 0 تا 100ش فکر میکنم 6 خورده ای باید باشه، نمیدونم شاید هم کم کنم، ولی من تا حالا تستم کردم. باید خیلی ملایم میشه ماشین خیلی ملایم هم رفتار کنم ماشین پشتی هم ببرم دیگه عادت دارم ماشین پشت. ما با کیا داشتیم میبریم سر همین 400 اسکا گفتم چرا گاز نمیده الان درکت میکنم که چرا گاز نمیده این ماشین بیشتر ماشین یه جاده‌های خیلی صافه و اینکه هزینه نگهداریش هم بالاست. آره کوچولو من هواش داشته خیلی بالا داشته چه باید تقریبا باید همینجا 0 تا 100 میگیرم 0 تا 100 الان شروع هم با بسی ماشین ها خب آقا آمدیم سراغ 0 تا 100ش 0 تا 100 صدای موتور چقدر تغییر کرده خیلی استفاده دیگه اصلا فکرش نمی‌کردم اینجوری مثلا صدا بده تو اسپورت پلاس آره کوچولو صداش عوض توی حالت چیز تو حالت کامفورت اصلا صدا نمیاره فکرش نمی‌کردم اینقدر وحشی شه آدرنالینی که پاتون میزنه رو گاز بهتون میده اصلا فوق‌العاده است بچه بعد مرسدس بنزم صداش یه صدای خاصیه من توی بقیه ماشین نمیتونم پیدا کنم تردد و اینا الان مثلا پلیس ما رو ببینه گیر نمیده مثلا میگه که بزن بغل و اینا چرا زیاد نگه میدارم مردم رو چک میکنم، ولی من باید حتما خودم تو ماشین یا باشم یا پشت فرمون باشم. آها نباشی اذیت میکنن راجع به موقت ها اینجوریه درسته؟ راجع به موقت اینجوریه، راجع به دائما